و کسانی که میگن ما افغان نیستیم درست است برادر عزیزم، نباش. ما هیچ ضرورت به کسانی که تعهد به ارزش‌های ملی و تعهد به اون کشور را دارن، ما به اون ابدا ضرورت نداریم و ما بسیار خوشحال میشیم که اینها تذکرهای افغانی خود برای ما دوباره مسترد بکنن، پاسپورت‌های افغانی خود برای ما مسترد بکنن و یک عذرم برایشان میکنم که از آدرس افغان حقوق طلب نکنند در کشورهای بیرون که هستند. از هر آدرسی که میاین از اونمو آدرس خود را راجستر بکنن، ولو که در بخش ایمیگریشن باشه، در هر بخش باشه. چون یک جفاست دیگه. تو از وطن من نامش استفاده میکنی، از هویت وطن ما استفاده میکنی، اسناد بهادار و قیمت بهایی که پاسپورت تذکره هستن از اینا استفاده میکنی، نکاحت به نام افغان جور میکنی، ولی میای در تیک تاک برای من میای که من فلان. خود نباش برادرم، ایرانی هستی. اون روز یک جوانتان رئیس جمهور ایران عکسش بالا کرده بود که والا ایرانی رهبر بزرگ ما. بسیار خوب، شما ایرانی که هستین بفرمایید ایران برید تشریف ببرید برادر عزیزم. کسانی که میگن من هزارستانی هستم بفرمایید یک جغرافیا جوب بسازیم به نام هزارستان، ما که مشکل نداریم. و اگر میگیم که نیست در جغرافیا افغانستان ما میخوایم کی کارو بکنیم، پس زورم در کمرتون. ما منتظرت هستیم. مردم 99.99% مردم افغانستان اونجا منتظرتان است. شما برین کمرتون رو بسته کنین و اون جغرافیا را با شما چنج بکنین. اگر افغان کلمه اطلاق میشه به پشتون درست است، ما میرم که قبول بیخی 100% پشتون. ولی برادر عزیزم، تیک تاک جای از این نیست که تو بیای هویت بر ما با مردانگی عملی کار بکنیم. پاسپورت تذکره کل چیزایتون پاره بکنیم، برین بیادر سلا بگیرین، برین بجنگین که ببینیم چه قسم میجنگیم. منتظر هستیم. ما در هر نگاه در پارلمان ما برنده بودیم، در انتخابات ما برنده بودیم و بالاخره با افتخار کلگی افغان است. و کسی که افغان نیست اگر روبروی ما شود، ما خود ابدا اجازه نمیدم که سر جغرافی ما یا سر نظام سیاسی ما یا سر اقتصاد ما گپ بزنه. خب متاسفانه تیک تاک است، هر کس میاد اینجا گپای خود میزنه و یک گپ دیگه ما برادر باسواد گفته از دیگه دانشگاهی ما میگیم. برادر تاجک، عزیز تاجک، تعهد مهم است. تعهد مهم است. یک جولی که تعهد داشته باشه به افغانستان 100 برابر از یک دکترادار یا یک دکتر که تعهد به منافع ملی نداشته باشه اونمو جولی وقتتان به پایان رسید جناب عزیز پولاد.